سلام، محمد رضا اینجا دویچوفره. خیلی خوش اومدید. خوشحالم از اینکه قراره چند دقیقه رو به خاطر زبان آلمانی کنار همدیگه باشیم و با همدیگه وقت بگذرونیم. اما قبل از اینکه یکی از اساسی ترین و بیسیک ترین درسامون رو شروع کنیم، نکته‌ای هست که باید بهتون بگم و اون همینه که من هم مثل شما هنوز دارم زبان آلمانی رو یاد میگیرم و بعد از چند ترم کلاس حضوری رفتن تصمیم گرفتم که به صورت سلف استادی خودآموز ادامه بدمش. برای همین رابطه‌ای که بین من و شماست یه رابطه استاد شاگردی نیست و فقط قراره که تجربیاتمون رو به همدیگه منتقل کنیم. بریم که با اولین درسمون شروع کنیم و اون هست و اون چیزی نیست جز الفبای آلمانی. Das Alphabet. شروع کنیم. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. این از 26 حرفی که با الفبای انگلیسی مشترکه و 4 حرف دیگه. A Umlaut O Umlaut U Umlaut و شارف اس یا اس ست. تمام.